برای اینکه این حالت رب دایره داشته باشه پلانمون، چون میخوایم گوشه ها رو ترسیم بکنیم، دیگه از صفر شروع نمی کنیم. 3500 3500 و 2000 و بعدی تعداد بولت هاتون هم مثلا از 3 بکنید 4 تا مختصات جدید ایجاد میشه. کافیه فقط یک کپی پیست ساده بکنید، اعداد اینجا رو پاک بکنید و پیست بکنید، مودیفای بکنید، تنظیمات دوباره ریدرا میشه. خیلی ساده تر از دستور اری و خیلی راحت تر از این که شما یک سری پیچ ایجاد کنید بعد بگردین اون پیچ ها رو پاک بکنید و همینطور این که شما در دستور اری روی تعداد پیچ هاتون تسلط نداشتین، روی فواصل پیچ هاتون تسلط. این تا نقطه رو میگیرم، با این تو پلن میکنم نسبت به این صفحه. براوزرمو باز میکنم، 4 تا نقطه جدید اومده که فاصله هاشون 30 میلیمتره. همه اینا رو صفر کنیم که ورق ها مماس بشه. اینا رو برای هایت جان ستونکمون هم برخورد داره. ببینید دقیقا وسطش افتاده. من اینو امو میزنم، مووش میکنم تا اینجا فلاشش برطرف بشه. حالا باید با دستور میرور یکی بندازم اون سمت، روش کلیک میکنم، کپی اسپشیال میرور. قبل شما حتما ورک پلنتون رو ست کنید موقعی که میخواین از دستور میرور استفاده کنید. کپی اسپشیال میرور، حالا خیلی مهمه که میانه رو پیدا کنید تا اینجا و یه کپی گرفته میشه. ببینید دقیقا یه نقشه هم افتاد اون سمت. در نمای سه‌بعدی من چک بکنم، ببینید اینجا هم کلشش الان برطرف شد، هم یه نقشه هم افتاد اون سمت. کامپوننت ساده رو انتخاب میکنم. اول یکی از این پروفیل‌ها فرقی نمیکنه، یکیشون رو انتخاب میکنم و سپس تیرم رو انتخاب میکنم. ببینید اتصالمون به درستی ایجاد شده، ولی چون اتصالمون ساده هستش و این تیر هم اوریب اومده مشکلی براش ایجاد نشده، یعنی کامل روی نفشی های ما نشسته. خب ولی اگه اتصالمون صلب بود مشکل پیش می اومد. اینجا چون اتصالمون ساده است و همین که تیرمون بتونه روی نفشی بشینه کفایت میکنه و کارمون رو درست انجام. من روش دبل کلیک میکنم تا پنجرهش باز بشه. اینجا باید مشخصاتش رو تغییر بدیم. خب گپ چی بود؟ فاصله انتهای تیر ما تا بال پروفیل ستونمونه. عرض نفشی پایین 120 باید باشه که اینجا هم هست، درسته. ابعادش 120 120 در 12 درسته. عرض نفشی بالا 60 چون 6 سانتی متر بود که واحد کارمون اینجا به میلیمتره. پروفیل نفشی بالا 60 در 60 در 6 میلیمتر. خط اول در مورد قطعاتی هستش که جدید ایجاد میشه از این نظر که شما یعنی یه بار نامبرینگ کردین، یه بار این دستور رو اینجا ایجاد میکنین، نرم افزار شروع میکنه تمام قطعات رو شماره گذاری کردن. در مرحله بعد از اینکه شما نامبرینگ کردین شما میان یه قطعه جدید ترسیم میکنین. این قطعه جدید بعد شماره گذاری بشه دیگه. حالا نحوه شماره گذاریشو شما باید مشخص بکنین. compare to old یعنی چی؟ یعنی بیاد با شماره گذاری گذشته مقایسه کنه دیگه. شما ببینه شما تا الان اینجا باید یه مقدار سایز اینا رو کوچیک‌تر بکنم. 100 انگار کم بود، میکنم 150. خب هنوز هم متاسفانه جا نمیگیره. یک بار دیگه 1/200 از شورتنینگ ها هم من کمک میگیرم. البته فکر کنم این دفعه دیگه جا شد. بله اینو با حالت فعال در میارم و یکم اینو شکیل تر میچینم.